وطنان مردم افغانستان مسلمان بودن، ضرورت ندارند دوباره کسی را مسلمان بسازه. یک موضوع. دوم، زنان افغانستان با عفت بودن، با عزت بودن و با عزت هستند. لازم نیست که به اونا عزت و عفت یاد بده و برشان نشان بده. زن افغانستان از طالب امروزی ایره نمیخواه که برش اجازه داده شود که سرلوچ یا پایلوچ در سرکا بیرون شه. ایره هیچ وقت نمیخواه. زن افغانستان ایره نمیخواه که رقص بکنه و برش اجازه داده شود. نه خیر. زن افغانستان میخواه، میگه من حجاب میکنم، ماسک میزنم، بیادر با تمام اصول شرعی پیش یک معلم زنانه میرم درس میخوانم. در سر مکتب ما نوشته بکنین، لوحه بزنین که هیچ مرد اینجا اجازه نداره داخل شوه. این زن افغانستان میخواه. زن افغانستان کدام چیز دیگه نمیخواه. ببینید صدایش ماده نوسته. صدای زن افغانستان میگه باید شنیده نشه. صدایش یعنی قطع کردن. جسمش باید دیده نشه، یعنی باید در خانه باشه. و به می رقم بعض قوانینی که 95% قوانین و 95% فتواها و 95% احکام از اینا که از کلش به ارتباط زن است یا جنسیت است. این زنان بیچاره میگه تو شوهر مرا کشتی، مرا بیوه ساختی، حال مرا اجازه بده کار بکن. تو برای من 10 دانه یتیم گذاشتی در خانه، چرا برای من اجازه کار نمیدی؟ چرا من برادر عزیز باید حبس خانگی باشم؟ چرا باید صدای من شنیده نشه؟ چرا باید من از هوای بیرون تنفس کردن نتونم؟ چرا؟ زن شویش بکش، منطقه ببینیم. شوهرش کشته، برش در ماده نو آمده که بدون محرم باید بیرون نره. این حال شوهر از این کشته شده، 2 دانه طفل زیر سن داره، این محرم از کجا کنه برای تو؟ کرایی محرم بگیره؟ از کجا برای شما محرم پیدا بکنه؟ یا نه محرم نداشته باشه و زن بیوه و بیچاره که اونجا سوده دیگه در خانه هست شده، پشت یک تابلت نره، پشت یک گولی نره، پشت یک مریضی خود نره، در خانه باشه که من محرم ندارم. محرمش خود تو کشتی. نیمه از زمین افغانستان از قبر پر از بنام جهاد و بنام فلان و بنام بستان برادر کلگی مردم کفاندن، شهید ساخت.